Oltan Rinadila. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 115 مهندسی جهل رو با بررسی یک کتاب دیگری به زبان ترکی قدیمی، تاریخی، دست نوشته یعنی خطی و تخصصی آغاز میکنم. امیدوارم که با آشنایی با یکی کتاب هایی بتونیم از مهندسی جهل، از زندانی که مهندسان جهل برای ما در 250 سال گذشته ساخته اند و ما را در درون آن با توهم آزادی نگه داشتن، بتونیم یک سوراخی حداقل باز بکنیم و بتونیم از این جهنم مهندسی جهل بیرون بریم. دیروز در رابطه با انشاء و نوشتن و فن نویسندگی کتاب حدود 500 ساله رو اگر اشتباه نکنم خواندیم. من دیروز در ترجمه 956 اشتباه کردم، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم من این رو 750 خورده ای خوندم که باید این رو 900 میخوندم که در اصل اون کتابی که در بالا بود درست بود و من این رو در نوشتار اصلاح کردم. امیدوارم دوستان این اشتباه رو بر من ببخشایند. رفتیم سراغ کتاب بعدی، بریم که اسمش از علم طب. این بر اساس اون چیزی که در اینجا نوشته شده در سال 1150 هجری قمری نوشته شده و در 258 صفحه نوشته شده. بریم ببینیم این کتاب به چه زبانی هست و برای امروز ما چه داره. اول از هر چیزی این کتاب رو از نظر فیزیکی و مادی بررسی بکنیم، ببینیم که ظاهر این کتاب چه شکلی هست. میبینیم که تقریباً یک نوع نقاشی هستش، نقاشی روی آب به نظر میاد باشه و همینطور میبینیم که آسیب بسیار جدی دیده. صفحه بعدی رو باز میکنه کتاب رو، داخل جلد میبینیم که آسیب دیده و بقیه کتاب تقریبا به نظر میاد جالب باشه. اسم کتاب رو اینجا خیلی بزرگ بر روی کاغذ دیگری سیاه رنگ نوشتن و چسبوندن روی این کتاب، ولی اینجا پشت این یا در کنار این کتاب طب غایت چی این دیگه بقیهش رو، این چیزی که گذاشتن روی اون از بین برده نمیشه خوند. با نگاهی به اینجا متوجه میشیم که یه بخشی از کتاب آسیب دیده، ولی اون کلمه علم طبی که اینجاست روی این حالا صفحه سیاه، ظاهرا رنگ این بر این صفحه هم افتاده، معکوس دیده میشه و از اینجا کتاب شروع میشه. کادرسازی شده. این کادرسازی معلومه باز هم جزو کتاب‌هایی هستش که نیمه کاره مونده، چون که باید نقاشی کشیده میشد، رنگ‌آمیزی میشد، اینها انجام نگرفته و بسم الله الرحمن الرحیم هم نوشته نشده. این نشون میده که کتاب ناقص مونده. همینطور ما میبینیم بعضی قسمت‌ها مثلا اینجا رنگش افتاده به اینجا، یه مقدار آسیبدگی مثل روغن یه چیزی افتاده اینجا. میبینیم که از نقطه استفاده شده، نقطه های قرمز رنگی برای چیز و بر روی بعضی از کلمات من تا اینجا که میبینم عربی، البته بله عربی ها خط قرمز کشیده شده. احتمالاً دو معنی داره، یا اینکه ترجمه میکنه این رو و یا شرح میده و یا اینکه فقط به عنوان یه حدیث استفاده یا گفتار عربی استفاده میکنه. در صفحات بعد میبینیم که این بر اون خطی که در صفحه قبلی بر روی جمله ها کشیده میشد در اینجا فقط بر روی کلمات کشیده میشه، ولی هنوز اون قسمتی که به نظر میاد که یک نوع چربی افتاده معلومه که خیلی مدتی مونده و به صفحات بعدی هم نفوذ کرده.
در اینجا میبینیم که خط قرمز رو بالا کشیدن، یعنی از کتاب رفته بیرون، یه عجله‌ای در کار بوده و باعث شده که پاکش بکنن و این پاکی باعث یک نوع حالت پرچم شده. و در خود کادر هم که دارن میکشن دقت نشده. دقت بکنید، همونطور که عرض کردم این کتاب به نظر من ناقص مونده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اول متن رو نوشتن و بعد کادر بندی کردن. حالا در کادر بندی اینجا در این صفحه میبینیم که این کلمه از کادر زده بیرون، یعنی کادر رو اگر اول میکشیدن این باید نوشته میشد روی کادر، ولی میبینیم که این کادر رو از اونجا بریدن و انگار که اونجا یه دری باز شده و یک کلمه زده بیرون. و در صفحه بعد میبینیم که این کادر در اطرافش یک رنگی و یک اندازه نیست، خیلی درش به نظر میاد که اینجا مثلا میبینیم که کادر دو خطی شده در حالی که اینجا نبوده و اینجا میبینیم که اون دو خطی دوباره نیست و با پاک کردن اندازه ها خیلی فرق میکنه، کج کوله شده. گاهی نگاه کنید خیلی ناهماهنگی ها درش هست، معلومه که خیلی عجله درش بوده که به سرعت این کار رو تمام بکنن و بدن. اینجا با یک مطلب المقالة الاولى فی جزء نظر من طب الجدید، حالا این هم حاشیه نویسی هستش، مقاله های مختلف این رو به نظر میاد این کتاب خیلی نزدیک باشه. بله سال 1150 که اینجا نوشته، یعنی حدود بذارید ببینیم چقدر میشه، حالا ماشین حساب اینجا هست، 1446 ماینس بکنیم ازش 1150 رو تا ببینیم که 296 سال پیش این کتاب نوشته شده. میبینید که دیگه مثل اون کتاب‌های قبلی از بیرینجی، ایکنجی، اچونجی استفاده نمی‌کنه، به جای اون از مقاله اول، فصل اول استفاده می‌کنه و این نشون میده که این کتاب جدیدیه در سالهای جدید. این بعضی از کلمات به ما کمک می‌کنن که به تاریخی محدوده تاریخی برای نوشته شدن کتاب بتونیم حدس بزنیم. در اینجا با مطالبی در بیرون کتاب هست روبرو هستیم، حاشیه نویسایی که نسبت به اصل مطلب یه چیزهایی رو اینجا میخواد بگه، یا مثلا فصل رو مشخص بکنه، یا اون قضیه اصلی رو اینجا انگار تیتر مطلب اینجا هست. حالا همون سبک ادامه داره. متاسفانه کتاب هم یه مقدار این وسط یه جوری به انگار که آسیب دیده و البته عکاسیش هم درست نیست. در نتیجه کتاب از بالا ارزش زیاده، پایین ارزش کمه. در نتیجه میبینید که به نظر میاد که پایین صفحه این خطوط قرمز، کادر قرمز به هم نزدیکتر میشن یا کجی میبینید. این به خاطر نوع عکاسی از کتاب هست. این خط خیلی زیباییه، فاصله بین سطرها خیلی خوب هست. من این خط چرا زیباست؟ برای که میتونم به راحتی فکر میکنم که میتونم بخونم. کاش این کتاب صداگذاری هم شده بود، یعنی اعراب گذاری یا چیز شده بود، استاندارد شده بود از نظر صدایی که من میتونستم درست این رو بخونم. اینجا میبینیم که این نخه که شیرازه کتاب رو دوختند متاسفانه پاره شده. حالا چون این کتاب 258 صفحه هست و در پی دی اف 129 صفحه هست، این من یه مقدار با سرعت این رو میرم که بتونیم در یک زمان کوتاه‌تری این رو ببینیم. اینجا حالا مثلا یه 4/4 ببینیم، دوباره همون وضعیت، همون خط، همون رنگ ها رو استفاده کرده. احتمالا در مورد بعضی از این کلماتی که خط کشیده توضیحاتی رو خواهد داد. الان اومدیم صفحه 108 نوشته اینجا، احتمالا 216 اینا باشه. نه این 85 باید 160 خورده باشه که نمیدونم حالا این چرا اینجوریه. بله همونجور باید باشه.
و بریم آخر کتاب رو ببینیم، برگردیم. کتاب تقریبا حالا اینجا مرکبم ریخته، یه آبی یه چیزی ریخته روی کتاب و کتاب آسیب جدی دیده. و بریم آخر کتاب رو، صفحه آخر کتاب، اینجا آخر کتاب و رو میبینیم. ایش bu kitap telif edeli 197 sene olmuştur. Bu ne kadar yakalım ne kadar zaman oldu yine haktır. 1248 این در 1248 این کتاب رو گرفته و گفته که این 197 سال قبل نوشته شده. اینم رجب 1248، اینم 12 رجب هستش. خادمی، یه اسمی به نام خادمی، یه آدمی به نام خادمی، خدا بیامرز، این کتاب رو در این سال در 12 رجب، اول شعبان نوشته بوده، بعد اینو رجب خط کرده رجب. ظاهرا 3 بار هم این رو تغییر داده، نگاه کنید. و بعد اینجا امضا زده خالدی، احتمالا این خادمی هست ولی اینجا خاده، حالا امضا رو خالدی، احتمالا میم رو آورده آخرش و این رو برده بالا. خب صفحه آخر اینجا هم یه سنه گذاشته 1150. خود کتاب رو گفته که 1150 هست، اما ما باید بخونیم ببینیم که این کتاب رو آیا چک نویس که نیست این قطعاً، اما آیا این کتاب همون اصل هستش یا نسخه برداری شده هست. بسم الله رو گفتم نوشت. حالا من این آخر رو که رفتم یادم فراموش کردم ببینم که این کتاب خط کشی شده آخرش یا نه. بله خط کشی شده، ولی هنوز همون عجله و دستکاری های کنار اون رو میتونیم ببینیم. خب برمیگردیم اول کتاب و شروع میکنیم به خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی تعالی و ذاته عن العلل والمعلولات و تقدس عن لوازم الاجسام و المتخیرات و تنزه عن تحیط به العقول و الادراکات الواجب الوجود لذاته الله. حالا اینجا یک کلمه نوشته تأسفات و الصلاة و السلام علی خیر من نطق بالصواب یا علی خبر من نطق بالصواب و افضل من ادنى الحکمت و الفصل الخطاب و علی آله و اصحابه الذین سعدوا. اینجا دوباره میبینی که کادر رو باز کرده، باز گذاشته. منها سعدوا منهاج الصدق بالتصدیق و سعدوا معارج الحق بالتحقیق. Bundan sonra معلوم olsun ki، از اینجا دیگه ترکی میشه، bundan sonra معلوم olsun ki علم طب bir علم مشروع. مشروع در عربی دو معنی داره، یکی شرعی هست، شرعی شده، نه اینکه یعنی مذهبی، یعنی ما عام میتونیم بگیریم، ولی اون معنی که در افهام عامه از کلمه مشروع فهمیده میشه به معنی قانونی بودن هستش، نه دینی بودن. bir علم مشروع و فن شریف داره. حالا فن اینجا به معنی تخصص داره میاد، نه به معنی صنعت و تکنولوژی. احتمالاً بخش جنبه صنعت و تکنولوژیش رو هم در نظر گرفته باشه، برای اینکه به هر حال این پزشکی تنها شناخت بیماری و عوامل بیماری نیست، بلکه دارو و درمان و همچنین ابزارهایی که برای معالجه استفاده میشه خودش یک تکنولوژی های امروزه به خصوص بسیار پیچیده ای رو از همون زمان هم شروع شده بوده، از خیلی قدیم شروع شده بوده، به تدریج داشته پیچیده تر میشده ابزارهای پزشکی، الان یکم که بیشتره. فن شریف داره و تبابت دخی گولن و فعلن. گولن یعنی در سخن و
kelam ve fiilen یعنی در عمل بی‌نظیر bir امر مشروعdur. قولا و فعلا بی‌نظیر bir امر مشروعdur. اما قولا چرا میگه در حرف و سخن؟ اما قولا دلیل اول اولدر که دلیل اولدر که مظهر نام ذات و صفات و مفخر موجودات رسولimiz سلطان کائنات و افضل جمیع مکنونات و نتیجه عالم اجسام و افلاک و ما قصد لولاک و ما قصد لولاک لما خلقت الافلاک صلی الله علیه و سلم حضرتleri buyurur ki العلم علمان علم الابدان و علم الادیان. علم ابدان چی هست؟ حالا اینو میخواد تعریف بکنه. گفتش که علم شریفیه و این شرافتش رو بس به این که نه ببخشید قول از در گفتار شریفه، در گفتار یک علم چیزی استناد کرد به یک حدیث که حضرت محمد فرموده علم دو گونه هست، یکی علم اجساد و بدن و علم ادیان و ابدان. حالا دیگه اینجا دوباره علم الابدان و علم الادیان. حالا علم الابدان چی هست؟ میخواد این رو توضیح بده که منظورش تقدیم اولوندی علم ادیان üzere میگه که علم ابدان بر روی علم ادیان، زیرا صحت بدن bulunmayınca ve gereki gibi beden sıhhatte olmayınca amel mümkün olmaz. پس میگه اول باید این بدن صحت و سلامتیشو داشته باشه که بشه بر ایمانیات عمل کرد. اما فعلا، اما از نظر عملی چی؟ دلیل اولdur. اما فعلا دلیل اولdur ki sabit ve müfreddür. Sabit ve müfreddür. Ki kendileri beden şeriflerinde olan nece alemlerine ilaç ettiler ve nece ilaçlar ile ferman buyurdular. Aleykum bil sina ve sunun bis-sina'i ve-sunun gibi sina hakkında aleykum bil habbeti suda fe inne fiha şefa'un min kulli da illa sam gibi. حالا این وسط جمله عربی یک کلمه ترکی رو میذاره، میگه که مثل این حبت سودایی حقنده حبت السوداء حقنده ماذا في الامرين من الشفاء الصبر و من الشفاء كبي من الشفاء الصبر و الشفاء كبي صبر و حب الارشاد. حالا حقنده دخی میگه در مورد صبر و حب اینها رو مثلا داره میخواد تعریف بکنه، ولی واقعیتش اینه که من متوجه نشدم. مثلا اون دلیل کلامی رو فرمودیم که حضرت محمد گفته، دلیل عملی هم میگه حضرت محمد خودش هم بیماری خودش و دیگران رو علاج کرده، هم دستور علاج دادنش رو داده که یه مثال هم میزنه که مثلا دندان رو چی بکنید و از این حرفا. همازال امرین من الشفاء الصبر و شفاء کبی صبر و حب الرشاد hakkında dahi nete bunun emsali hadis-i şerifler vurudi gibi şerifler vurudi gibi. Bas imdi ilmi tıbb, ilmi meşru ve ilmi aziz ve şerif ola. Yani sabit oldu bu ilmler, bu ilmle usul ve furuine ve ameline ve توقیقine arif olana, ihtimalen توقیفine arif olana tabib kamil denilmek sahih olur. Ve bu dahi ma'lum ola ki hükemai İslam, Yunan ve felasefe cemi adyan ittifak edip
tahqiq etmişlerdir ki ilmi tıp hikmeti tabiinin ilmi tıp hikmeti tabiinin fer'ilerinden biridir. Zira hikmeti tabiinin mevzu'i a'yan mevcududur. Beden insan ve beden insana lazım şeyler a'yan mevcudendir. حالا اعیان موجود اول اینجا خیلی خلاصه داره میگه که علم طب حکما و محققین اینا معتقدن که فلاسفه اسلام و غیر اسلام یعنی فلاسفه یونان و جمیع فلاسفه میگه معتقدن که علم طب حکمت از جزو حکمت طبیعیات هستش. فرعینندیر یعنی جزو اون هستش. یکیه. زیرا حکمت طبیعینون موضوعی عیان موجود، موضوعی که در حکمت طبیعی در علوم طبیعی یعنی بررسی میکنن موجودات بیرونی هستش، موجودات در جهان است، نه ذهنی و عقلی و نادیدنی. بلکه من وجه بدن انسان و بدن انسان لازم شی اعیان و موجودند و بدن خود بدن انسان و اون چیزایی که برای موجودیت بدن انسان لازمه اونها هم جزو اعیان هستن. یعنی اون چیزایی که اعیان از چشم، از واژه عربی به معنی عین، عین یعنی این چشم، اون چیزایی که با چشم و حواس میشه دید، درک کرد. اینجوری تنها دیدن نیست، میشه درک کرد، حسش کرد. حالا اعیان جمع عینه. بلکه من وجه حکمت فلکیه و حکمت الهیانون دخی فرعی دور. میگه حتی نه تنها از طبیعیات، یه جزئی از طبیعیات، علم طبیعیات هستش، میگه بلکه وجه از فلکیه، حکمت فلکیه یعنی نجوم شناختی، علم مربوط به ستارگان و آسمان ها هست و حکمت الهیه و همچنین به مرتبط با علومی که یا علوم بگیم علومی که به الهیات مربوطه، بخشی از اونه. زیرا علم طبün nece مسائلی vardır که حکمت فلکiyeden akhz olunmuştur. اقالیم سبعه و اقالیم سبعنون içinde olanların احوال طبایعی gibi. حالا میدونید که در قدیم مثلا میگفتن که البته امروز هم میگن حالا جاذبه بین ماه و زمین و نمیدونم خورشید و اینها به هم چیز داره. واقعیتش اینه که خب به هر حال ما میدونیم که خورشید تأثیرات بسیار عمیقی بر یعنی اگر 6 ماه خورشید رو نداشته باشیم، حرارت نداشته باشیم، احتمالاً بخش مهمی از موجودات از بین بره. 1 سال نداشته باشیم، اون گرمای خورشید رو، اون نور خورشید رو نداشته باشیم، نور خورشید در اصل گرما هست، این رو نداشته باشیم تقریبا همه از بین میره و این خب به سلامتی ما، با سلامتی ما ربط داره. البته میگن مثلا نمیدونم جاذبه وجود داره در بین سیارات و اینها و اینا هم که و دیگر چیزهایی که ممکنه وجود داشته باشه و میدونی که در گذشته اصلا فالبینی میکردن بر اساس اونها و میگفتن که مثلا متولدین جدی بلسو اینجوری میشه، متولدین نمیدونم اسد اینجوری میشه و اینا. اونا هم مربوط بود به این اقالیم سبعه و اقالیم سبعنون içinde olanların احوال طبایعی که طول و عرضه مربوطdur و قرب شمس و بعد شمس منوطdur. گفتیم که میگه به طول و عرض اونها مربوط هست و همچنین به نزدیکی و دوری خورشید مربوطه که عرض کردم. و احوال طبایع فصول و جمیع توالع مسلی و غیریler gibi ve bazı mesail dahi vardır ki hikmet-i ilahiyeden akhz olunmuştur. Mesela ilm-i tıbbide umur-i tabiiyeden bir kuvay-ı sülsüdür ki namiye ve gaziye ve mevlidedir. حالا 3 تا اینجا کلمه استفاده میکنه، میگه که اینها علم طب از امور طبیعیه گرفته شده، مثل این 3 تا که گفت نامیه، فکر کنم خواب، امور مربوط به خواب، غازیه مربوط به جنگ و مولده
مربوط به زاد و ولد باشه. فکر میکنم اینها در طبیعت هستند. دیر بیری دخی ارواح دور. حالا ارواح هم دقیقی قوای اربعه دور که قوای اربعه چیا هستن؟ حازم، حزم، جازمه، حازم ve cazimedir ve dafıe ve masake bunların her birinin biri üzerine terettüp ve xadimiyet ve mahdumiyeti ve bunlar üzerine terettüp eden asar bunların cümel ahvalının معرفت مجرداتından نفس و روح احوالنا راجعdır. حالا اینجا هم این 4 تا کلمه رو گفت که من دیگه متوجه نشدم چیه. حازم و جازم، دافعه و ماسکه، اینا چی هستن دیگه نمیدونم. حالا میتونم بگم که حازم هضم کردن، جازم رو نمیدونم چیه، دافعه میدونیم که چی هست، ماسکه اصلا نمیدونم چیه. اینا رو باید معنی هاشو، البته میتونیم الان بریم مثلا گوگل بکنیم معنی هاشون رو بدونیم. خیلی امروزه دیگه مثلا ما معنا جازمه، انواع ما نه در صورت به ما میتواند ما جازمه. چرا اینجا حالا رفت برای یه چیزای دیگه. خب از اینجا خارج بشیم چون واقعا نمیدونم که این ترکی هستش عربی هستش. اینجا جازمه باید عربی باشه ولی خب نمیدونم چیه. اونجا هم که یه چیزی نه. ماسکه هم همینطور. البته شاید بشه مثلا رفت و از گوگل یه جای دیگری این رو بذار ببینیم چی میگه. جازمه کلمه جاذبیه این میگه از جاذبه هستش. في اللغة العربية تشير بشكل أساسي إلى ظاهر الجاذبية أو السقالية وهي القوة التي تجذب بها الأجسام ذات الكتلة بعضها البعض. حالا این به عنوان جاذبه گفته. جاذبه چی هستش؟ حالا اگه بتونیم این رو چی شد این ماسکه كلمة ماسكة لها عدة معان في اللغة العربية وتعتمد على السياق الذي تستخدم فيه. إليك أبرز هذه المعاني الغناء الوجهي. هذا هو المعنى أكثر شيوعا يشير إلى غطاء يوضع على الوجه به قسمت خارجی جسم گفته میشه. غشاء جسم للحمایه. حالا اینها دیگه ازش بگذاریم. حالا احوال راجع bunlar ise hikmet-i ilahiyedendir. Gerek tibb kadim gerek jadid hikmet tabiiye ve esrar tabiatten akhz olunmuştur ve birbirine zahir ve batin ki bi merbuttur. Tibb jadid itibar müteahhirin zuhurine nazar eyledir. Hükemadan bazı kimsene edir میگوید edir ki gerçi ilmi tibbi hikmet tabiiyenin fer'ilerindendir sureten ama hakikatte hikmet tabiiye ilmi tibbin fer'idir.
طب جدید نظر ایله طب جدیده نظری ایله vecih budur ki geçen bir kimse usul tibbe arif olup keyfiyet tahlil ve terkib bulup kendiye garib olan şeylerin her birinin anasırların başka ruhların ve nefslerin ve vazifelerin ve arzlerin temyiz edip birbirinden ayırıp ve her birinin tekrar keyfiyet ve tekrar keyfiyet terkibi ve keyfiyet imtizacını kuvvetlerin ve fiillerin ve miktarların ve besabet oğlalarına ircaini ve mecmuinden hasıl olan mezaclerin ve ol mezac üzerine tertib ve terettüb ve asarlerin ve esrar tabiati ve havaslerin ve alem ulvi ve sufli beyninde olan fiil infial eynen müşahede ettikten sonra ol kimse به قدر طاقه البشریه حقایق اشیایه عارف olmuş olur. خب ببینید اینجا من الان داشتم این قسمت رو که میخوندم میبینم که روی کلمات عربی خط کشیده، توضیح نمیده درباره اینها، فقط میخواد تأکید بکنه که این عربیه، ترکی نیست. مثلا من اینجا گریب اولان şeyler، اینجا روی اولان چرا کشیده اینو نمیدونم دیگه. اولان نیستش، این قطعا اولانه، قریب اولان şeyler. اما خب مثلا وظیفه‌ler، کیفیت، بساط، مجموعنده، مزاجلر، اینها عربی هستن. خب تا اینجا خوندیم. و bu tariqiyle hikmet tabiiyenin cümle-i mesailen ilm hasıl etmiş olur ve bu ihtilaf hikmet tabiiyenin asl tertibinde olan ihtilafeden naşidir. Ulum hikmiye، حالا طبیعی تموم شد، علوم حکمیه عارف olanlar bilir ve ala کل تقدیر، این یه مسئله عربیه، و علا کل تقدیرین علم طب اشرف علوم olduğu ثابت oldu ve علم طب جدید muntecesi olduğunda، muntecesi netice علم جدید olduğunda gördüm ki bir usule yerasule نام، این اسم یه آدمیه یا یک نوع چیزیه، بگیم یراسوله نام حکیم طب. حالا یه اسمی یه آدمی به این نام، حالا اون در انگلیسی چی بوده یا در فرانسه یا آلمانی یا هر زبان دیگه چی بوده، این در عربی به این شکل خونده میشه. براسوله نام حکیم طب جدیده، لسان لاتین همین لاتینه که خودمونم میگیم زبان لاتین، الفبای لاتین همون. براسوله نام حکیم طب جدید ده لسان لاتینی ده bir gaç meseleyi müştemil bər iki əsl istixrac edib yazmış ani dahi bazı kimseler lisan latinidən lisan ərəbiyyəyə tərcümə etmişlər, lakin beynində musamaha olunub, lakin beynində arasında musamaha olunub, nö'ən ixtilal vaqi olmaqla bir necə məhəllinə bazı rumuz səbəbilə طب شریف اربابın mübtedileri علا وقوع هر بری علا وقوع. حالا اینا باز عربیه، من دیگه وقتی این کلمه هایی که روش خط قرمز کشیده میرسم تلاش میکنم عربی بخونم. علا وقوع هر بری فهم و درک eylemiyib müntefi ve faidemend olmadıklarından muhattel ve mücmel olan mahalleri muhattel. من میخواستم اینو چیز بخونم که معطل. ما در
تبریز در آذربایجان معطل رو به معنی کسی که، حالا این رو بیا ترجمه کن به فارسی، در انتظار یه چیزی ماندن. مثلا یکی اومده به یه جایی، یه اداره‌ای با یه کسی کار داره، اینو یه جایی گفتن آقا بشینید بعدن چیز میکنیم، اینو اونجا معطلش میکنن، اونجا فرصت سوزیش میکنن، اونجا میشینه تا ببینه حالا کی بشه، معطلش میکنن. نمیدونم به فارسی چی باید همین که گفتم فکر کنم اون باشه. و مجمل اولان محلری حل و شرح و تنبیه محتاج علمشتر، زیرا جرک نباتات و حیوانات ده و جرک معدنیات ده نته دوالر واردور چی سمیتندن خالی دگلردر. سمیت احتمال میدم که دارای سم بودن، سمیتن خالی دگلدر، بلکه نباتات و حیوانات ده اولان سمیت، معدنیات ده اولان سمیتن قوی و شدید المغل، سمیت لی دوالر استعمال اولونماق جرک اولدوغی تقدیر جه نوچه ل استعمال اولونماق جرک و جمله سنده طب جدیدی اجرا نوچه ل جرک و نوچه ل سمیت ازاله اولونور و طبیب نجه جرک تفصیل محتاج المشتر فی الحقیقه طب قدیم اعمالی ل اولان ادویلر مدبره کثیفی لطیفندن. کثیف در اینجا به معنی چرکین نیست، بلکه به معنی ضخامت و قطر و بزرگی. کثیف در عربی به معنی کثیفی که در فارسی استفاده میشه نیست. کثیف البته در فارسی تقریبا اون معنی رو گذاشتن. مثلا شما میگن دستتون کثیفه، یعنی یه چیزی بر روی یه لایه‌ای بر روی دست شما هست یا بر دست شما هستش یا بدنتون هستش که این ضخامت داره. کثیفی ضخامته. کثیفی لطیفندن، لطیف برعکس کثیفه. کثیف ضخیمه، لطیف نازک، خیلی تمیزه در اصل. مدبره کثیفی لطیفندن ممتاز علمیوب، استعمال ده مقداری چوک و گوولی و منفعتی از طب جدیده اعمالیه اولان. اعمالیه یا اعمالیه یعنی تولیدات، مصنوعات دارویی. طب جدیده اعمالیه اولان ادویه مدبره تدبیر حکمی ایله تدبیردن سنره استعمال از قوت فعلی قوی و منفعتی زیاده و رایحه‌سی جزک. این جزک یه چیز کلمه جدیدیه. رایحه‌سی جزک، نمیدونم جزک یعنی چی. میتونیم دوباره برگردیم به گوگل ببینیم جزک چی می نویسه اینجا، ببینیم جزک. اگر نیاورد میتونیم ببینیم جزک، ببینیم کلمه جزک هي كلمة فارسية على اصل و تستخدم في اللغة العربية الدراجة. این به معنی دوچرخی گفته هستش، چرخ جزک. في بعض المناطق خاصة في العراق و بلاد الشام و لها عدة معان حسب السیاق. این جزک به معنی اون بوده. الکاهل، انکل هذا هو المعنى اکثر شیوعا للكلمة و تشیر الى مفصل الكاهل في القدم ای جزء الذي يرتبط الساق بالقدم. یه قسمتی از بدن هستش که این ساق رو به بدن وصل، به پا وصل میکنه. خب دیگه حالا از اینجا بریم بیرون. احتمالا این کزک بنویسیم. من به نظرم میاد که تلخه، به معنی تلخ. کزک بنویسیم ببینیم کزک چی میشه.
کلمه کزک هي كلمة تركية الأصل وقد تشير إلى عدة معان مختلفة حسب السياق لكن أبرزها وأكثرها شيوعا هو القزاق. المعنى أكثر شيوعا تشير كزك بشكل أساسي إلى القزاق وهو مجموعات من الشعوب السلافية الشرقية معظمهم من الأوكرانيين والروس الذين این نیست، این قزاق، این قزاق به معنی قزاق به کار برده. تاریخاً لعب القزاق دورا مهما في التاريخ الإمبراطورية الروسية والكومونوليس البولندي الليتواني و كانوا يعيشون في المجتمعات شبه عسكرية. اینم که بازم گفتم همون رو گفته. اسم العائلی اینم که میگه به این چیز هستش. من به نظرم این قزاق نیست، به معنی بذارید این رو به ترکی بنویسم ببینم. کزک این ترکی نشده انگلیسی شده. کزک کلمه کزک یه کلمه ترکی است و علی الرغم من نه این باز دوباره همونو میگه، همون قبلی رو میگه که به معنی قزاق هست استفاده میکنه. ولی به نظر من اینجا تخصصی هستش به معنی رایحه‌ای، یعنی عطری که داره اون کزک یا تلخه یا معنیش خیلی خفه کننده مثلا. زیرا نته معاجین و حبوب و اشربه و لعوق رو خط کشیده، باز عربیه نمیدونم چیه، مقدار زیاده علوب و رایحه‌لری گزل علمامق، همون که گفتم رایه هاشون گزل علمامقیله هر طبیعت قبول etmeyip istemalinde nefret edip ikrah etmekle bir hoşça حفظ صحت و یا خود رفع مرض olmaz، خصوصا که ملجأ علما و صلحا و ملاذ اغنیا و فقرا و مرجع اشداد ضعفا، مدبر امور دولت و عامل احکام شریعت و ناصر دین و دولت بلاد الاسلام به عنایت الملک العلام صاحب دولت حشمت و دستور المعظم. خشمت نوشته، این حشمت باید باشه. معظمی صدر عالی و وزیر اعظم ابراهیم پاشا، احتمالاً این با ابراهیم پاشا وزیر صدر اعظم سلطان سلیمان باشه. آدم الله ببخشید صدر عالی وزیر اعظم ابراهیم پاشا ادام الله تعالی دولته الى یوم القیامت و اطال عمره و صحته الى انقضاء الدوران و سانه من الهموم و الغموم فی شداید الدوران و دفع عنه البلیة و العامة ما دامت البلوان حضرتلرونون. حالا این همه در مورد ابراهیم پاشا دیروز در اون نگارش خوندیم که باید صفاتشو به کار برد، اینو اون صفاتشو به کار برده. میگه حضرتلرونون، این ابراهیم پاشا حضرتلرونون که صدر اعظمه، صدر عالیه، صدر وزیر اعظم ابراهیم پاشا، حضرتلرونون طبع باغ ارم بخشیلری. ببینید چه جوری داره در مورد این صحبت میکنه. طبع بازم این جزء اون گفتش که دیروز اون کتاب که خوندیم فنون نویسندگی، در اونجا اینها رو میگه. ببینید حضرتلرون طبع باغ ارم بخشیلری و مزاج لطیف معتدل طبعیلری، her دوای قبول etmeyip بلکه نفرت edip استعمال buyurmemeklerin müşahede ettikçe bu fakir portaksir tabib خاصه داخل مدرسesine münhasır müderris Hasan Husn Duacileri ol
لسان عربیه ترجمه اولونان طب جدیده لسان عربیدن منوال مذکور üzere لسان ترکیه ترجمه etmeye mübaşiret olundu ve muhtaç olan mahalleri dahi hal olup ve şerhe muhtaç olan mahalleri şerhu eyanen ve eyanen beyan olunmaqla ümittir ki tab'i alilerine münasib nete edvi latifenün iltifatları ile vakti hacette istimal layık ola ve dahi kafi nase nef'i am ola ve bu tercümede zikrolunan devalar cümle devaların zinesidir ve minhasidir zubdesi ve minhasi olup dahi tedbirleri cümle tedbirlerden eşref ve gayetul gaye a'lasi olup ve tedbir merzade tevfik netice olduğundan ötürü bu tercümeye gayetul minni fi tedbiril merza ihtimalen gayetul mına fi tedbir مرزا اسمی ile تسمیه ettim. اسم کتاب چیه آقا؟ اسم کتاب غایت المنا منا احتمالاً فی تدبیر المرزا یا مرزا. اسم کتاب اینه. نویسنده کتاب مدرس مدرسه طب در اون مقطع. اسمش هم هست چی؟ گفتش که اسم خودشو نگفت. نه اسم فقط اون یکی رو گفت و اینجا bu تقریر طبیب خاصه طبیب درباره داخل مدرسه که چیز هست مدرس اونجاست. حسن دعاجیلری اینجا حسن دیگه من میخواستم اینو بگم مدرس حسن دعاجیلری دیدم نه حسن نمیشه برای همین موقعی هم که این رو میخوندم حسن خوندم دیگه از اون حسن برگشتم. اسم خودشو تا اینجا نگفته. بذارید ببینیم چی میشه. پس کتاب به دست این ابراهیم پاشا یه بیماری داشته براش داروهایی دادن. این داروها براش از نظر عطر و بویی که داره خیلی بدش اومد نتونست مصرف بکنه. گفت آقا این آدم رو مأمور کرد آقا شما یه برید که برای این بیماری داروهایی پیدا بکنید از کتاب‌های جدیدی که علم جدید وجود داره داروهایی پیدا بکنید که من بتونم استفاده بکنم. پول اینه، قدرت اینه. میگه آقا من نیازم اینه تو مأموری بری پیداش کنی. این آدم میره کتاب رو از عربی از فرانسه یا از لاتین ترجمه میکنه. میگه اون کتابایی قبلا ترجمه کرده بودن دقت نکرده بودن، من اون دقت رو انجام دادم ولی تلاش کردم که با قدیم و جدید رو با هم یه کاری بکنم از این حرفا. حالا بذار ببینیم این چی میشه. بالاخره اسم خودش چیه؟ bu tercüme gayet المنا اسمش اینه. پس اسمی ile تسمیه ettim. Allah Subhanahu ve Teala'dan rica ve tezerrüm oldur ki bu tercümeye hased ve buğz nazari ile nazar etmeyip belki insaf nazari ile nazar edenlere nef'i mahz müyesser edip avam ve havasiden her ferdi nete منتفع و مستفید اولر آمین یا مجیب السائلین و صلی الله تعالی علیه و سلم تسلیما کثیرا دائما و علی آله و صحبه اجمعین و بعد فهذا کتاب الطب الجدید الکیمیایی الذی استخرجه پراکلوسوس. این کتاب جدیدی است شیمیایی که کتاب فهازهی کتاب الطب الجدید الکیمیایی کتاب جدید پزشکی شیمیایی هستش. الذی استخرجه پراکلوسوس یه فردی به نام پراکلوسوس این رو استخراج کرده ایجاد کرده این کتاب رو نوشته. یعنی bundan sonra bu kitap طب جدید کتابدور و کیمیای منسوبدور. این کتاب مربوط به کتاب طب جدید هست پزشکی جدیده و منسوب به پزشکی شیمیایی هست و bu طب جدیدی پیراسوله دیدیکلری حکیم چیگاروب یه پزشکی به نام پیراسوله میگن. حالا ما میتونیم بریم ببینیم پیراسوله چی هستش.
پیراسوله. من اینو باید به عربی می نوشتم. پیراسوله. ببینیم پیراسوله چی هست. این اومد گفت این چیزه، کلمه پیراهن. رفت نفهمیدین چیه دیگه. میگم اینا قدیمی. حالا پرسوس احتمالاً باشه، نمیدونم این چی باید بنویسیم. حالا به خاطر اینکه این عربی این کتاب رو به هر حال حالا اسمش چی بوده اینجوری دیگه نوشته دیگه، پیراسوله. نمیدونم اینو پیر سولان مثلا باشه، پیر سولان، نمیدونم. حالا چون نمیدونم نمیتونم برم انگلیسی یا فرانسه‌ش. این ددیکلری حکیم چیکارو این رو یه آدمی به اسم پیراسوله احتمالاً گفتم چیکارو پیدا etmişlerdir. چیکارو پیدا etmişlerdir. چقدر مخ رو با پیدا کردن نگاه کنید یه جا به کار برده. انگار کشیده بیرون و این رو به نمایش گذاشته. پیدا اینجا به معنی از پی هستش. پی یعنی پایه‌گذاری کردن. پیدا etmişlerdir. کلمه پیدا ظاهراً از یک کلمه ترکی باید گرفته شده باشه. Bu kitabda bir mukaddeme ve birkaç makale vardır. Mukaddeme kimyanın tarifi beyanındadır. Ve kimyaya hacet nedir ve kimyadan garaz nedir ani beyan eder. Ve dahi kimya lafzı Yunanidir. Asli cemiyadır. Asli cimiyadır. Mesela cimoloji nemidir? کیمیولوژیا. این احتمالاً کیمی میگه، همین جیمی میگه برای اینکه از رفته عربی. اصل جیمیا در معناسی تحلیل و تفریق در. معنای کیمیا میگه که تحلیل و منها کردنه. تحلیل یعنی حل کردن و منها کردن یعنی ازش کسب کردن، یک چیزی رو بیرون کشیدن. و تفریق در یعنی حل دب در داخل آب، مثلا شکر رو، نمک رو یا داروها رو در داخل آب حل میکنه. ayırmak اینها رو از هم جدا کردن. بعضی kimsene bu ki sanat her müsebbeldirler. Sanat her müsebbeldirler. Bir kavm bunun üzerine sır köhne itlak eder. Sırrı kahne itlak eder. حالا این دیگه اینجا رو خیلی متوجه نشدم چی شد. kimsene bu ki sanat her müsebbeh dirler. Bir kavm bunun üzerine sırrı kahne itlak eder. اسمش سر کهنه. نمیدونم کاهنا مثلا، نمیدونم احتمالاً سر کاهنان. کهنه جمع کاهنه دیگه. از اینجا معلومه که یه سرهایی مثلا پزشکان اون کاهنا داشتن، حالا اونو مثلا میگه که اینجوری. و bu علم هرمس المثلث المصری پیدا etmiştir. حالا این رو هم یک کسی به نام هرمس المثلث مصری این رو چیز کرده، پیدا کرد، پایه‌گذاری کرده. و کهنیه و کهنیه تعلیم ادب sonra. حالا این هم به کاهنان، کهنیه به کاهنها آموزش داده، تعلیم edip sonra şaiع oldu. Hatta Yunan'a vasil oldu. Hatta به یونان هم bu ilm hakkında kitaplar ve risaleler telif ettiler. Sonra ehli İslam'a intikal etti. Onlar dahi bu ilmi hakkında risaleler telif edip bu ilmiden maksud cümle معدنی اصلاح edip. معدن منظور فلزات اینجا. فلزات edip فسادeden salaha getirmektir. Bagari kimşe. Bagari kimşe ve کمشی آلتونه. بگری یه فلزه، حالا من نمیدونم چیه. گümüşe این گümüşe نوشته. گümüşe و گümüşe آلتونه döndürmektir. میگه که احتمالاً
این بقر حالا یه چیزی میاد تو ذهنم ولی کامل نمیتونم متوجه بشم که چی میتونه باشه، مثل روی و اینجور چیزا باید باشه. بگری شاید هم مثلا مس نیست البته. گümüşe و گümüşe altına döndürer، به نقره رو هم به طلا تبدیل میکنه. براسوله صنعت کیمیادن غرض تعیین edip صنعت طب اقسامından kaldı. آسیا یادیو و duyurdu. حالا این چیه؟ آسیا غریادیو duyurdu. معناسی مختلف اولانلری جمع، احتمالا اینم یه اسمه، نمیدونم یه اسم باشه. آسیا غریادیو دویوردی یعنی بهش، به اون رسوند، صدا رو به اون رسوند. معناسی مختلف olanları cem ve tefrik etmek ve bu ism sanat-ı tıbbi kimyaviyeye mahsusudur. Kimyaviyeye mahsusudur. Kahice kimya-ı tıbbi ve kimya-ı tıbbiye dahi dilinir. خب از این حالا یه مقدار حدود 16 صفحه از این کتاب خوندیم در اصل. بذارید ببینیم ساعت چند شده. 56 دقیقه. خب من برای اینکه کتاب رو ناقص نذاریم میرم از هر 50 صفحه کتاب یک صفحه رو میخونم. الان بریم صفحه اینجا بریم 60 بریم، نه به جای اینکه اونجوری بریم صفحه 35 PDF. خب اینجا 35 PDF هستش، میشه 70 و اینجا هم نوشته 72 70 62 72 هست، نمیدونم. به هر حال اینجا رو بخونیم. اینجا گفته مطلب المقالة الثالثة فی تدبیر الادویه علی صناعة الکیمیاوی. یه مطلب میگه، این مطلب که از اینجا به پایینه، احتمالاً از اینجا، این مقاله ثالثه میگه از اینجا به پایین مقاله سوم همین مقاله در تدبیر، یعنی تدبیر اینجا تشکیل دادن، درست کردن ادویه، دارو. ادویه برای چی به داروها میگن ادویه؟ برای اینکه میدونیم ادویه جمع دوا هست. اصلا دوا هم به این از گیاها ساخته میشد. ادویه علی صناعت کیمیاوی بر اساس تکنولوژی شیمیایی. اینو میخواد بگه. المقاله ثالیتی کیمیاوی طرز üzere kimyavi tarzı üzere davaların tedbirin ve hall edip ve pak etmesinin keyfiyeti beyan eder. Malum ola ki Allah Subhanahu ve Teala cümle eşya insan için halk etti. İnsanı da bedeninin kuvvetine ve sıhhatinin hifzine ve merazının ezalesine sebep için halk etti. İnsanın bedenine bazı davaların ki sirayeti yoktur, galiz olup kalın olmakla. بذار ببینم این چی میتونم بخونیم اینو. چی شد؟ bedenin kuvvetine ve sıhhatine, hifzine ve merazın izalesine sebep için halk etti. İnsanın bedenine bazı davaların ki sirayeti yoktur, galiz olup kalın olmakla. Kalın yani zahim. Kalın olmakla ve bazısının menfaati vardır. Ama semmiyette vardır. Zira alem kون ve fesad süflidir. Alem kون ve fesad süflidir. Bir alem ulvi var, bir alem süfli var.
حالا عالم علوی بالا، عالم سفلی پایین. میگه عالمی که عالم کون، وجود و فساد، معتقده که عالم در حال گردشه. فساد در اینجا به معنی چرخیدن، تغییره. کون و فساد یعنی هستی که در حال تغییر و هی فاسد میشه، یعنی تغییر پیدا میکنه. سلفلیدور یعنی این payine diye ve bu me'gule şeylerden hali olmak mümkün değildir ve kitabı hikmette mügerrer olmuştur. Az çok şer için çok, az çok şer için çok etmek büyük şerridir demişler. Çok etmek büyük şerridir demişlerdir. İmdi mühtaç olduk ki səmmiyyətli olan şeylərin səmmiyyətini təfriq edib və izale edib və qəliz olənləri təltif edib ol şeyi nəf-i məhz olə ol kimsənəyə bu isə olmaz olmaz illa bu sənət ilə olur. Fasl. Hala fasl bu fasl ateşin mertebelerin beyan eder. Ateşin mertebeleri dörttür. Evvelkisi nar-ı hizanedir. Nar-ı hizane şul hararettir ki el ile yapışmak mümkün ola. Nar-ı hizane in hast. İkinci bundan ziyade hararettir. Bu mertebe ki yapışan eli qaçarar. میگیری ولی دست رو میسوزه میکشی عقب. Üçüncü yakçı hararettir. Hararet خوبه. yakçı hararettir. Dinci hararet narın kendidir. Dördüncü hararet narın kendidir. Khud ateş çahارمی. Bu mertebelerden her birine bir misal ederler. Gofte میشه. اولکی مرتبه cismi kızdırır یه جسم رو با آتش گرم میکنید اینه. ikinci mertebede حل der. اون جسم رو حل میکنه، مایه میکنه. üçüncü mertebe اجزاسın birbirinden ayırıp tefrik eder. در مرتبه سوم حرارت اجزای تشکیل دهنده اون هرچی که داره گرم شده و حالا مایه شده اون رو از هم جدا میکنه. حالا شما فکر میکنید که مثلا گوشت رو دارید حرارت میدید تبدیل میشه به روغن و آب و چیزای دیگه. dördüncü mertebe ifna eder. اون رو از بین میبره، خاکسترش میکنی گوشت و اون چیز رو. بعضی kimse اولچی مرتبه külliyle üçüncü. حالا دیگه از اینجا بریم صفحه، اینجا شد 36، بریم صفحه 60 بریم. حالا مثلا خب بریم ببینیم اینجا 60 چی هستش. اگه بتونیم از اینجا یه جای اولش رو پیدا بکنیم. المقال الاول از اینجا بخونیم. المقالة الاولى فرولیوسون احتمالاً فرولیوسوک یا فرولیوسون کتابی، این اسم کتابه. iki مقاله مشتملiydi. این کتاب فرولیسیون کتابی iki مقاله مشتملiydi. مقاله اولا معالجات کلیه بیاننده در مورد کلیه هست. احتمالاً من اینجا کلیه به این کلیه میگم ولی احتمالاً کلیه یعنی عامه معنی بکنیم خوبه، یا عمومی یکی از این دوتاست. حالا این رو روشن میکنه چی است. معالجات کلیه بیاننده معلوم olsun ki مرضların علاجları bazısı küllidir. این کلیه همین که گفتم عامه، küllidir، عامdır،
Dobarı məni kartlaş. Küllidir, amıdır. Bir mərəzə məxsus dəyildir. Əlac külli mərəzlərin səbəbini və əslini və təxmini kəsib iyisini yaramazından iyi yani خوبی بخش قابل خوبه iyisini yaramazından ayırmaktır. Sen bilirsen ki mərəzlərin bəzisi anadan və babadan morusdur və bəzi zahirdə olan səbəblərdən ariz olur. Bazı بیماری‌ها ارثیه، بعضی هم از چیزها حاصل میشه. اسباب سته ضروریyenin تغییری gibi. Yani 6 səbəb ki insan için zaruridir. İmdi mualacat külliye birkaç noudur. Onunla matlub olan ancak bilisan tabiiyi hifz için takviyet etmek yani ol mualece ile matlub def merezdir. Bu def merez için olan mualeceler bir neçe şeydir. Evvel ol şeylerin bazisi olur kusturmağa ve bazı kusturmak, bazısı ishalle yani برای ishal ve bazısı siliki çık çok ketmekle nemiyorum yani çi bazısı siligi çok gitmekle ve bazısı derilmekle siligi ehtimalen silmak başı çok gitmekle nemiyorum yani çi nemiyorum onun çi ve bazısı derilmekle ve bu mualeceler ile 4 merezle ilaç olunur. Ol 4 merez ser'idir, istisqadır, vec'i mefasildir, cüzamidir ve cümle merizler ki bedene arizdir. Bu 4 merezden münşaibe bulunmuştur. حالا میگه تمامی مرضایی که به جسم میاد از این 4 تا بیماری که گفت میگه حاصل میشه. احتمالاً حالا اون زمان اینجوری میدونسته، الان فکر نکنم به خاطر اینکه ویروس ها و اینها الان دیگه خیلی زیاده. منشعب bulunmuştur. Bu 4 مرض usul امراضdır. Və Allah Subhanahu və Teala bir mərəzi xalq etmədi. İlla anki davasını belə xalq etdi. Növ insan üzərinə lütf və kərəmindən və dəxis Allah Subhanahu və Teala cəmi mərəzlərə bir dava xalq etdi ki, cümle mualacatıda da kafidir. Gayrə ehtiyac yoktur. Lakin ol bir davanın ma'rifəti kemal izzetinden gayet cüz olmaqla bu muxtəsərdə ma'rifəti və əməl asan şeylər zikr olundu. Onlar ilə cümlə mərəzlərə ilac olunur. Mərəzlərin əlaclərinin bəzisi dəxi cüz'idir. Əlacı cüz'i şul əlacıdır ki mərəzin əslini və təxmini qət edər. خب تمام. بریم صفحه این 60 رو تا بریم مثلا 75 میشه 30 صفحه. اوکی بریم 75. این صفحه 75 اگر از اینجا که نداره بریم ببینیم کجا سر سطر شروع میشه، چیز شروع میشه، از اونجا آغاز بکنیم. فعلا تا 70 رفتیم، چیزی اینجا هست. اینجا یه مطلب از پاراگراف تموم میشه. میتونیم حالا مسهل جامع عملونن صفتی پراسوله، اسم همون آدمیه که چیز شد گفت اولش. پراسوله سنتلرindəndir. Əvvəla diledikin qədri zac. Əvvəla diledikin qədri zac alə sən.
Kadr dilediğin kadr, dilediğin kadar zac alasan. İsicik suda halledesen. İsicik suda yani خیلی گرم نباشه. İsicik یه ذره گرم بشه دیگه، خیلی نه. İsicik suda halledesen. Hala اون زاج رو در آب حلش بکنی. Edesin, sonra zaciden her 300 dirhemine 50 dirhem döhnü توتیر گویسن. حالا برای هر 300 این یه مقدار از این توتیر که چی هست نمیدونم گویسن. geçen suya eczai kibrit ananın dibine çöker. Ananın dibine çöker. Atarsın. Ol safi olan suyu alıp mü'tedil ateşte suyun yarısı gidince kaynadasın. Sonra bu zerfi bir soyuk yerde koyasın. Anda akd olur. Hala دیگه دلمه میبنده. toz pareleri gibi. مثل ذرات گرد و خاک. ol akd olan şey hifz edersen بعد bu طریق ile ruh tertiri dahi çıkarırsın. Hala این چی هست من نمیدونم. اولا خام tertir abyezden. Evvela kham tertir abyezden alırsın. 200 dirhem sahak edip kendi kadar arak ile karıştırıp bir asıcık yerde 14 gün koyasan, sonra takdir edesen, geçen temlesi sarı ola. Kabile kaldırıp قرعه dibinde kalan üzerine حالا دیگه این دیگه بقیه شد دیگه دارو رو داره ترکیبش میده که چجوری باید این کارو کرد. بریم صفحه 90 و 105 اینا ببینیم که اصل مطلب از یه جایی شروع بشه. اونجا رو اینجا قلب، از قلب ببینیم چی میشه. مرزlerin davası kalp merezlerinin davası cümle merezlerin alacinde lazımdır, vaciptir kalbe takviyet verip hifz etmek. Zira kalp ruh heyvanının menbeidir ve hararet azizenin mahallidir. Kalbiden alır cemi aza ve cümle kuvvetler imdadi. Bu kalbi beden insanide nisbi şemsün nispeti bu kalb beden insanide nispeti şemsün bu aleme nispeti gibidir ve dahi altının cemi maadine nispeti kimidir. Zira altın cümle madenleri tekmil eder ve terakki verip mertebeyi kemale yetiştirer ve dahi şarabın cümle nebatata nispeti gibidir. Malum olsun ki geçen altın ceset altından çıkarıp ihya edip bir heysiyet ile ki türettikçe büyüye ondan numune kendi gibi bir altın toğa böyle olmak mümkün ola. Ol altın kalbin hafizi olur ve be lisan tabiiyeti tecdid eder. Ve şeyh şebabe rücu eder ve cümle atibbanın aciz olduğu merezlerden xilas eder. Lakin bu mertebeye dihul gayet güçtür. Bunun maduni ise hartil iltifatıdır. Hartil iltifat muğilan dikeni ile
muğilan dikeni ile yorgan aşağı sırmaktır. Yorga yukarıdan. میگه که ببخشید bunun مادونی ise خرط التفات dur. Khart iltifat muğilan dikeni ile yukarıdan aşağı sırmaktır. Yani kinayedir. Cüz olmaktan ama ma la yedriku kullehu la yetriku kulleh'dir. Yani ekmelin şey cümlesi ekmelindi. Ekmelin şeyi cümlesi ekmelindi diyor. Bilkülliye terk olunmaz mümkün. Oldukça səy olunur. Zira geçen qarnı ac olan kimse budağı attı bulmadığı zamanda. Budağı attı bulmadığı zamanda o göz atı ile geçinir imdi. Vaqta kim altun qalbi müferrəhdir və müqəvvidir. Zira aləmdə şəmsün nəziridir. Lakin altında bu qüvvəti izhar etmək tədbiri hekəmi ilə tədbirə muhtacıdır ki, hətta cismi təltif ilə təltif eyliyə və köşün ilə və əzanın. حالا دیگه بقیه‌ش رو بذاریم برای بعدها. بریم صفحه دو صفحه دیگر، یه صفحه دیگه میخونیم، اصلا بریم آخر کتاب یکی دو صفحه بخونیم و تمام. این دو صفحه آخر رو بخونیم و کتاب رو تمام بکنیم. فکر کنم که الان 1 ساعت و 16 دقیقه، پس 1 صفحه بخونیم، خیلی طولانی شده. نمیدونم از کجا شروع بکنیم که چیز باشه. Her gıngısıyla olursa onun üzerine merhem gorsun, sahibin xilas eder ve ol yara derin olup amik olursa ameli tekrar edersin. Ol xirge ya khud ağaç üzerine, o xirge ya ağaç üzerine, o ağaç üzerine olan merhemi dahi dikiştürersin. Degiştürersin. Nitekim yarenin merhem kendi üzerinde konduğu zamanda adet degiştürmek olduğu gibi hal bu ki ol yarenin kendi üzerinde adviye bir şey gömezsin. Ol ma'mul xirgeden gayri. Yaxud xirge ol mecruh olan kimsenin بولیله اسلادوب نگاه کنید با بولش با پیشابش بولیله اسلادوب ol pare üzerine gursun. Bu bir kavm bu tesiri inkar edip. Kavm اینجا به معنی یه عده‌ای. Bir kavm bu tesiri inkar edipdir ki tabiat tedbir eder ve خلاص eder. خلاص eder bedeni خصوصا bu tabiatın tedbirine etiqad dahi münzem ol alil bu yareden خلاص bulur ve bu dava garib ve acib ile deyip tabiata bir enfaz hasıl olup ol yare salaha gelip andan خلاص bula. Ama hal ve şan ol qavmin za'mi ettiği gibi degüldür. Zira havas eşya inkar olunmaz. Zira bu merhemin fiili khasesiledir. Anda alemin ruhi vasıtasıyla netekim hadiden mıknatısı da fiili gibi. Temmetil kitap be unillahil melikil vehhab sene 1150. اسم نویسنده رو متاسفانه نتونستیم بخونیم. ایشون کتاب تالیف
edileli 197 sene olmuştur. این کتاب از وقتی که تألیف شده تا الان 197 سال گذشته. Bunu nemiyorum ne kadar zaman oldu ya ne çoktur. اینم 1248. اگر این 1248 بذارید حالا این کارو بکنم، به جای اینکه اینجور بگیم که از 1248 منها بکنیم 197 رو ببینیم چی میشه. 1051. بله این کتاب در 1050 نوشته شده. پس خب به نظرم من در خوندن این کتاب خیلی خوشحالم، خیلی راحت خوندم، با اینکه پزشکی بود بسیار از کلمات برام اصلا ناآشنا بود، نمیتونستم بخونم، نمیدونم چه جوریه، ولی واقعا لذت بردم، خیلی لذت بردم. امیدوارم شما دوستان هم علاقه‌مند بشید و شروع بکنید به خواندن کتاب‌ها. دوستان الان من 114مین فکر کنم برنامه رو شروع کردم برای شما دارم میخونم. باور بکنید که به نظرم میاد در روز اولی که شروع کردم 1/100 این جسارت امروز رو نداشتم. البته بعضی که خط کتاب ها فرق میکنه. خب من این کتاب خطش خیلی برام راحت بود. درسته این هم دست نوشته هست، اینم کتاب قدیمیه، اینم حدود 400 سال پیش نوشته شده، ولی خب خطش به قول یکی از دوستان خط دیوانی هستش. این رو به راحتی تونستم بخونم. حالا بعضی از مفاهیم رو نمیفهمم به خاطر اختلاف لغات تخصصی که درشم، این به جای خود. ولی خب اگر مقایسه بکنم امروز خودم رو با 114 جلسه قبل، به نظرم پیشرفتم خوب بوده. افتخار میکنم به خودم به این پشتکاری که اینجا داشتم. امیدوارم خداوند از این به بعد هم لطف بکنه و من بتونم خواندن این کتاب ها رو ادامه بدم. امیدوارم یه منبع مالی هم به دستم بیاد بتونم این کتاب رو همه رو چاپ بکنم و به عنوان منبع زبان ترکی داشته باشم، به فیزیکیشو داشته باشم. به هر حال دوستان جسارت به خرج بدید، خودتون رو به دریا بزنید. مادامی که داخل آب نشید نمیتونید شنا بکنید. شنا رو در بیرون از دریا و با تئوری یاد نمیشه. باید خودت رو به دریا بزنی، باید تلاش بکنی و باید زنده موندن رو در دریای طوفانی یاد بگیری. روز